جوان‌تر شدن دیگه یک رویا نیست. هوش مصنوعی سن شما رو تغییر میده. تازه ترین دستاورد علم و هوش مصنوعی انقلابیه در دنیای زیست شناسی و طول عمر بشر. اوپن ای آی با همکاری شرکت رترو بایوساینسز یک مدل هوش مصنوعی به نام GPT-4B مایکرو ساخته که تونسته پروتئین هایی رو باز طراحی بکنه که سلول ها رو دوباره جوون میکنه. این پروتئین ها نسخه پیشرفته یاماناکا فاکتورز هستند، همون که سال 2012 جایزه نوبل رو برای تبدیل سلول‌های بالغ به سلول‌های بنیادین به خودش اختصاص داد. اما تفاوت حیرت انگیز چیه؟ اگه اون موقع فقط کمتر از 1% از سلول‌ها در طول هفته‌ها موفق به باز برنامه‌ریزی می‌شدند، نسخه‌های باز طراحی شده با کمک هوش مصنوعی بیش از 30% سلول‌ها رو در همون فرایند بازسازی می‌کنند. نه تنها سرعت بازسازی به طرز باور نکردنی بیشتر شده، بلکه این سلول‌های تازه برنامه‌ریزی شده میتونند دی ان ای آسیب دیده رو هم ترمیم کنند. این یعنی یک قدم بزرگ در مسیر بازگردوندن جوانی و تأخیر در فرآیند پیری. اما اون چیزی که این خبر رو هیجان انگیزتر میکنه تایید نتایج توسط آزمایشگاه‌های مستقله که این دستاورد رو در انواع مختلف سلول‌ها و روش‌های آزمایشی باز تولید کردند. به گفته کارشناسان این رویکرد میتونه دهه‌ها کشف علمی در حوزه پزشکی ترمیمی و طول عمر رو در چند هفته فشرده کنه. این موفقیت نه تنها یک قدم بزرگ در درک ما از پیری و سلول‌های بنیادینه، بلکه نمونه بی‌نظیر از قدرت هوش مصنوعی در شتاب دادن به کشفیات علمی. تصور کنید روزی برسه که با الگوریتم‌های هوش مصنوعی بتونیم محدودیت‌های سنتی پزشکی رو کنار بزنیم و به درمان‌های سریع‌تر و کارآمدتر